چطوره جانجوره؟ چطوری دو مچو خیریته؟ یار هستی جانجوره؟ یک اللهی بکنید کنید بله یک یاللهی گفتم بکنید یالله خب کسی نیه نه برفتم به جه سرم شکارش بیایی بیایی بفرمایید بیایی بشین دشملک نداره مگه چای میخونه خیلی؟ نه نمام چای نمام خیلی چای تلخ هست کجایی 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 خوشی با کجایی هماله برفتم گفتم ما چون زمستون آماده و چه کار فلان یار پیش از پا شما بینیم سه زدی په پولا بستندن که میریم چون خیر تپرت زمستونی و خوکوش و کورتی و کلا و چیه باز ما به کجکی گفتم خود نمزاد تو نزدم چرا از عباس نمیستینی پول که میای از نمیستینی مگه رو من نمیشه عباس هر دم بگم عباس پول بده که برون خیلی باشه میگفتم گپ می‌نم من بیا بالا شما خبر بگیره گفتن یک سال شده همین عکسی می برار نبودی خب یک سال تیر شده سه کتو گلو جو عباس هم دوماد مانه من نیه که بگم والله ایتنه به سر شما فیلم بزی کنم به سر شما جفنگ بگم 1000 خبری داریم 2000 خبری داریم بچیم که دو تالار ما این که دو میمون ما این که دو چیکی که شالا فلان عباس فقط وعده ما و شما به خیر خوشی اگه زندگی بوده خیلی کم میگیرم 1.5 سال دیگه هم تو مگرم برار مسافر درسته دیگه 1.5 سال دیگه مثل همین سالی که گفتی 1 سال صبر کنن 1 سال تیر هم بشد بالا بیاماده میگن 1.5 سال دیگه هم صبر کنن حالا همین دلیل من نفهمیدم که چرا شما جواب رسید نمیدید یعنی تو بیمیدی که عباس تو مادم پیش ما عرض کنی پس چی کارم مادم من ما بیاماده که همین جواب رسید خب بسته از 1 سال هم دیگه تیر شد دیگه ما 1 سال تیر شده دیگه ولی میعرفی از بابا جان 1 سال عباس 1 سال تیر شده دختر من خورده تو نام خدا امسال پا به 20 کلیشتی دختر من حال امسال که بیاید برسه 13 و نیم میشه همین امسال که نوروز بشه 13 و نیم میشه نه دیگه تو هم نمیشه که ما 1 سال تیر شدن با بیان 1.5 سال دیگه صبر کنیم با بیان 2 سال دیگه صبر کنیم بکن مقصدگیری نیه دیگه سرگی نمیشه معرفی از این بگیر رو 1 سال تیر شده برای خدا من برو کنم خب بیادم گفتم خودش ما گپ زنه بعد اونجا بررسی بده شما هنوز هم تون گپ میزنه اگه با میفهمین که ایت گپی ویت مسئله دختر خود عروس نمیکردیم میگیشین که 20 سال 40 سال 30 سال اصلا تیمش به عروس میکردیم دیگه عباس چیزایی که برانم تو اگر میگی که 20 سال 30 سال ما که برات تو نامدم بیامدم که تو مثلا بیامدم همونه که با خصوصی آمده میگفتیم کاکا جو برو جو همه جایی به دختر خورده دختر خود مال عروس نمیکنه آمد که نادومه که با مادر تو بگفتم که خاله جان دختر من خورده عباس اگر صبر میکنه بو عباس گفت هر دو پا خود یک کش کرده که دنیای عالم چپش ما مگر دختر گله که بستم حالا کمی یک جواب بگیریم دیگه مگر جواب بررسی بدیم ما تو سایکو تو برای من تو که هم آدم شیاری بیدی تو که چرا با خود بزوی در میزنی؟ من بزوی در نمیزنم کاکا خدا شما گپا گنده میزنید من همین درد نکنم من 1 سال صبر کردم گفتم 1 سال پولشان بیان 1 سال دیگه صبر کنم من برای جو سایکو تو همین دست برای برای نه تو تاری تو ببینم 1.5 سال نه 1.5 سال نه 18 برش دیگه صبر میکنی این خلاصی گفت مشاور خوب کوتاهی سخن دیگه دیگه ما صبر ندارم من میاد که جواب عروسی بوست چرا صبر نداری مثلا تو خود فاصلی بر نمیشه دیگه ما که مقصد شما حالا تو مگر بیای پیش ما عرض کنی یا سیاست کنی نه ما بیاد که عرض کنم پیش شما خودت از سیاست گپ میزنید عرض کن انا عباس بخلان اون زمانه که جواب عروسی رو بده نه انا زور کرد نزدی بسیار خودتو کو گوش کن پناه به خدا شاید دو گپ میزنی لالا شما رو در دل خود میگه خب من ملایمی گپ میزنم عرض بکنم که خصوص خودی خودتون را میره مثل سیاست گپ میزنه نه حالا اگر کار خصوصی کنه میام دست شما بوس بکنم خیر چه کار میشه ما آدم غریب مسکین یا پولا کار جمع کردم پیشتر شما بعد پولا خلاص شده 50000 پول دیگه جمع کردم که برای عروسی منه ای 50000 پیش من خرج نشه خب برو ابدا برش بعد بیار آن هم 1.5 سال نه ابدا برش بعد مبارک باشه بابا گپ دیگه در سرای ما چوکینه در سرای من میرم در سرای چرا در سرای تو دوان میرم
آقا گفت شما چی بلند گبزه همین یک سال چی شده چه یک نیم سال چیشه برازم یک سال میشه چی شده ما بیا بریم اوز آماده به چیز آماده؟ به اوز آماده با اوز بله یا با ارز با اوز بیا بریم اوز میکنیم منم یک سال چی شده یک عزیزی بله برازم اوز میکنیم دستاتی 20 میکنیم سایه شما مشکل بیا گفتم اینا که گفتم باشه هرو میکنم فکر شد که خصوص چی میگه؟ هبدا یک مردگمونه با تو سی چی کردن هبدا باش بعد بیا هبدا ما بعد کاکا خصوص من در شما چیزی نمیخوام با خب سیاست کنی که شما خب این یک برای کلمه کلمه میگه. واسه من نبوده پیچه نظرم اینجا این برای کلون تو نمیگه ارز میکنه با تو شما سیاست بیا نماز کن دستاش رو بوس میکنم نماز این بگیر. پولایی که جمع کنه و پیش من خرج بشه او ارز کنه خب کاکا خصوص بگفت دوز میکنم دستاش رو بوس میکنم ما نه قریب بگذار این پولا کار جمع کنه خرج بشه پیشه برو برم کار کنه 50 دیگه جمع برو کنم شمزا باش بعد بیا روز میخورم برو روز میخورم یک سال چی شده روز میخورم نکنم یک سال چی شده چرا داریم چه میکنی یعنی پولا شما بیا خرج میشه ام برای کلون تا مغل کمان نداره حتی تیل تو داری کاکا خصوص نکنه خیلی باشه ارز کن گردن موان باشه اب باش نیه ارز نکنی اگه بری پیش من اشته ارز کنم ارز کن دیگه دستاش رو بوس میکنه دیگه چی ارز کنم نه دست پیش نیه ما یک دیگه هم بیارم بودم دستش نه ارز کن بشه دیگه ارز کنه بخیر برو بخیر نه باید دستم بیش کنه ارز کنه بخیر تو چوب کنین لالا شو چوب کنین کاش کم گفت زدن خب بلد باشیم کاکا خود سوال چه کار کنم من نمونو که از اینجا پا دست خلیل ما بیانو که یک گپ خودی خوب بگرم با سیاست میکنی باش ارز کن یعنی من تا 16 روز پیش ما ارز کنم تا هم 16 روز پیش ما ارز کن ارز کن حسین کاکا خسران شما هم زد کردیم من زد میکنم تا 16 روز ما پیش ارز بکنم اما دیگه بنوم عباس دومات به خونه داریم که بیایه خیلی باشه آره که دست آوازه سنگ شما با دست شما آوازه سنگ ها بشه هیچ گپی نیه وقت زینا باجو وقت با من میام پیش دومات خو عباس یه خان دقیقه بریم نشنی عباس خان باجو وقت میام به پیش دومات خو عباس خان ارز میکنم دختر من بگذار به خانه می بیایه معلوم میشه من خیلی وقت تو دخترم سر کوی بلند فریاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم علی شیر خدا را یاد کردم دو پا درستر براره به بیامدی از سر شما به سر می گسپندا به دنبال گسپندا به دنبال زمینا مونده وقتی تو بالا کمه گوشته یک لقمه نونی نوردی به کسی بیامدی که تو ندیده بدو گمش که جوراد نگه شل شهید شدم خوب چیزی هم پخته کرده بودیم ما بردارم به تو سر زمینا بیارم چه پخته کردیم آش بودک میشه آورده یعنی من گوشته به سر می زمینا باشم روستاشون جون بدو وقتی برو نمیموری وقتی برو که بیاد اصاب من خراب یک لقمه با گلوم تا نره چرا چه من از بوشه که مختاق بلا کردم بیانم سر زمینا من جنجال کردی اشته جنجال نکردم. با خیراتی که همسایه خودی تو جنجال کنم روستاشون لد بخونی لد بزنی چی بعدم کنه سایه الک بفته بودم به خونه خسوخ یک سر خودی هفته و کلاب داشتم که برف ما نمیکرد زد میکرد چیکار چی بیو برفتم پیش خسوخ رفتم گفتم کاکا خسوخ به ملایمی خودی گپ زدم به حضور زری خودی گپ زدم گفتم دیگه نمیتونم طاقت کنم فقط یک سال لگانه به خاطر شما گفتین که یک سال بسکن صبر کنن یک سالم تیر شده همین جواب عروسی من بده نبره در نمیشه ایته نه تو میگه که یک نیم سال لگان صبر کن همین که تو همین گپ که من میگم کدو رای داره میگم گیت شده مالده یک ساعت من کاکا خسوخ نمیشه من یک سال صبر کنم پولا بشکش رو خلاص کردم 50,000 پول به دست دو خدا همینا پیش من خرج بشه میبرد کار خو میره نه چنه زدیم و هو میگه و من میگم هو میگه و من میگم آخر میتونه که بجنجال شده خودی گلو نه خودی گلو یک سگه آخر میفهمه چی میگه میگه پس یک نیم سال که صبر نمیکنی 16 بار صبر کو تو سه کو تو اشته گپای میزنه کمی تعصب من خراب نشد که جیر که آخر میت راه خوب گفتم خستم بیامدم عالمیت شرایط شده
دومات که مثلا پولا پیشکش خو خلاص میکنه، پولا رسیق رو آماده کرده داره، میره پیش خصوص خو وزر زری میکنه، حتی به گریه میشه جا برسیر نمیده. سکوا بچو برارمه انمیت که آدم دور خورسی نکنه بیگودار به او زنه، آخر عاقبتی هم انمی میشه. از روز اول ما آدم خوش نبودو که بری به دختر گیلگنام بخسرونی، ولی تو برار دیگر پاکو به یک کش کردی گفتی خدا و سلام مرغ به یک لنگ داره، اگه دختر گیلک بشه نشه با تا زنده باشو مجرد میشینو. چیکار کنم؟ برفتی دختر گیلک که بسودی انال ایتا به جنجال چیکار کنم؟ دختر همین گیلک همین از قلب پاک خود دوست داشتم، راضی بودم همین دختر گیلک، حالا که یک اشتباهی بکردم دیگه برد گپ نگشه که ما گوشنی خورباسیر کنی یا این قلب پاک این ما میفهم کجی خوب گپا مفتی سیکو چی میگم تو این ما میفهم خوب گوشا خوب کو. اگه تا 6 ماه دیگه همین خسور خو من خود شخص به روانی خونه ثبت نام نکردم، هر چی میستی بگو روانی شده الده من میرم میگم کاکا خود پولا شما دادم پیشکش خورد دادم روانی از روز اول بود به خیر خوشی تا 6 ماه دیگه به غیر میبینی به دیوونه خونه ثبت نام کنی صف اول دیوونه و 6 تا باشه. سیکو میبرم یا چی نمیبرم؟ فایده داره بشی گوسپندان خوبه چلون نداره این تمام میفهم که روز ما به رو خو میرم عدست می خسور ما به رو خو میرم چری بری آنه با نگاه کن اما تو پیاری نداری، اما تو براری نداری، اما تو مداری نداری که تو بیسن نرسی. اما تو 16 روز دیگه پولا اشته بخوره نگاه دارم با خدا قسم گیلا کنه خسور تو نیه این تا بسیخ میپلا اونو معریسی تو میکنه این گپ ها مفت ما نه. پول جمع کرده 50,000 پول به دست بده کم یک نور بودم مردم بسم الله اکبر رسیدن خلاص شه. بابا پیشکشی بدادیم برد آورده بکردی یک عروسی بوده اونم دو مادگه اگه ما تو عروسی نکردیم زن تو من نداشتیم نورده من اسم خود میگم تو رو ایتا من نمیشه میگم کاکا خسروانی دلیل چیه که شما میگین صبر کن اگه اصلا دختر تو مخورده اشتباه کردی رفتی میامدی دو تا آدم کلون رامه میگشتی با هم میرفت و بناری کنده سی میکردی که اون تارتو غیرینی میکنی یا نه برو نوخور بخور برو گپا مفت میزنه تو سبا بگو. اصلا دیگه نه دیگه من خونه دل نمیگیره نه و زمینات دل نمیگیره همین دل ما کوشاق ودا کنم تو برو خو برو ابا چه که تو چی میگو میگه برار داری غم نداری حالا کم چوت نده 4 روز دیگه سبا کارشی تو میکنی والله خیر افضا گیلا خسور تو این طرف چون تو را می طرف چون بابا بفهمی مگو برو شما برو را میته فقط گپ شما نه گولر بوردم اونجا گلو بردم اونجا چوب شیشته بود اگه همه گپا خام نمیداد بابا اشتباه کردی گلر بدی تو برو چیکار میشه برو نخور بخور برو خیره این کار میکنی برو دل ما سیاه شده چی بگم ما دختر ما خورده دختر تو خور میدون نوزادار نمیکردی جواب میدادی میگفتی نمیدون خلاص دختر ما خورده ایرون برای برار خواهباش میمونم تمام عالم وقتش برای دختر گیلن چه کاره بچه خاله اشتنی؟ دیگه یا رفت خیلیت بخیرت یا خوشحالی چیگه پایه کشتن هم خالمه با خود کو گپ میزنی ای چی لالا رمضان بچه خاله جو ببید جالمی عباس برار خوبو مونده اشته جنجال این خسور از اینجا آقا برنشین نمیده امرو به سوا میکنه سوار با پس سوا میکنه بیخی دقیقا خودی همی عدل به تنگ آمدیم بابا برده بکردیم پیشکش بدادیم یه اگر عروسی بمونده همون هم بقدار که بکنیم عروسی کنیم خلاص چی میگه خسوری دیگه چی معامله داره البته پیشکش بدادیم با پول پسکش هم ماه نه میگه حال دختر من خورده بگذاریم ما چون 1 سال بعد 1.5 سال بعد یک دم میگه 16 بود بعد این اعتبار سر به نظر همه که امی خسور برا تو چیش به می برداورد داره نه بابا اون دقیقه گفته میگه چیش با برداورد چه چند دسته دقیقه برداورد کنیم عالم ببردیم بخونی اینا کردیم عرخت و لباس و نمی فنگوسپند و گرگونی و عینی و زمستونی و توستونی که همه ببرده اخور اینا گرفته تا به مرد 100 ساله اینا ببرده دقیقه چی بمونده که ببره پس چی گپ اگه برداورد نمیگه مولا نمیفهم دل نمیشه که دختر خور عروس کنه خو از اول نمزاددار نمیکه ای بابا میگه بلده بفتدی میگه گاشیدی میگه نه حالا که ما خودی خسور گیلک بفته خودی خسور عباس گیلک بفتاده حالی مجبوری هر غیر بشی تیر آخه می زن و بچی می اینا همه رخت لباس خود تیار کردم اینا عمود بره با مگه دیواره بز اینا تیار کنم زودتر می عروسی برار خوب بکنیم بچه خاله که خلاص شو بره برات دارم 40 دقیقه فدقه مود بیایه بره عروضه ما عروسی عباس نخوا کردیم بله شما دل جمع باشین ایتا نمیمونه به خدا نیه
ایتا تا 2 ماه دیگه هر رقمی نشه عروسی عباس برار خود به هر طریقی به زور و زر باشه. اگه ما نگرفتیم که من به تاریخ نمیفهمم گیلک دیگه بیخی خسور عباس دیگه سر زیده بالا که در حال معامله ما و از اونا زید به زید شده. سعی کنید که خدا برای از اونا میده یا با ما با وعدی ما وعدی من نمیفهم که شما از این گیلک چی خوبی دیدی فقط دیگه من 20 روز 1 ماه دیگه رختا خوب تبرکسان نگاه دارین که عروسی برار با عباسه برای دیگه خوبه به خاله مینا سلام بگی بچه خاله بخیر بچه خدا حافظ سلام بگی و علیکم سلام خودی با بیاین میایم مالکم گرفتاری ها خاله میایم جمع گل اشتنه اشتنه پیاتو خوبم شکر شما خوبه شکر چی گپاه برای خوشحال هستی شکر بگم جمع گل جان این پیاتو گیلک چه نمی جواب عروسی بچه خاله من عباس نمیده خدا ما رمضان ما این سر سور پیار خوب فهمم یه دم یک گم بزنه آخه شما سکو به می دنیای عالم شما برای مدت و 100 تا دیگه هم پرسان کنیم سی کنیم تماشا کنیم بابایی که پول پیشکش خور خلاص میکنه به اندازی که عروسی کنه زن خور بیاره به خونه خود آیا او آدم چند وقت دیگه بسته که تا دل خسور ازی از دختری و کندشه با جواب عروسی بده ها میگم ما رمضان 100 دفعه بزو بگفتم به کی بگی من مدرن هر شو میگم برای امیر کو میگم پیشکش بستین دی کارای خلاصه به کی بگم بابا جان اگه تو دو خوش ندیشتی که مال دختر تو عروسی کنم او مرتکر میگفتی برارمه هرچی که تو پیشکش میدی همر به یک دم ندی یا همر خلاص نکو 1 لک 2 لک نگاه دار که مثلا من عروسی تو را مال نمیدم شاید بابا پولار قرض کرده باشه و تمام از این که نفر خور بیاره به خونه خوب بیاره آدم خور بیاره به خونه خوب بیاره و سر از این مرتکر تنقضه نکنه که جیر بچه خاله خور بدیدم میگه 16 برس به ما وقت داده بیام 1.5 سال میشه چه کار کنیم ما رمضان به کی بگی چه کار کنم هم شما ایرونم که شما خودی از این پیارش تا خدا باشد ما رمضان این قومی به من از این قومی همسایه چی میگن تو مادر تو بعد یک ذره درک داشته باشیم بفهم صبح می بابا عروسی خور میکنه دیگه مگر به سال 1 دفعه خور نبینی میگم برای من همین گپار و هر شو میگم برای هر دم میگم برای هم دیرو دم که اینا برای تمام بگفتم برای مار ماس بزنه تو چه کار کنی عروسی با چه خود نمیکرد دختر به نمزاددار نمیکردی همین گپار 100 دفعه بیشتر گفتیم به کی خوبه بیا که بریم چاشت خود ما خوشحال باشین کار خیر باشی سلامت باشی سلام هم بگو فی مادر خود بخیر باش